بدون مهارت سرمایه شروع کن یعنی چی؟ آیا واقعا راست دکتر یا اینا رو حرفا رو میزنید واسه تبلیغات و این داستان ها؟ نه. ببینید بچه‌ها، خیلی از دانشجوهای من واقعا بدون مهارت و سرمایه شروع کردن و من این توضیح بدم. اولا ببینید شما غذا هم بخواید بخورید اگه قاشق نداشته باشید بالاخره باید دست داشته باشین که باش لقمه بگیرید بخورید. یا اصلا اگه آدم دستش هم خدا نکرده قطع شده باشه، برای یه دستی باید باشه یه لقمه رو تو دهن آدم بذاره. گوشی حکم اون دست رو داره، بس گوشی جزء سرمایه نمیشه. شما این که این ویدیو رو نگاه میکنید یا تو پیج اینستاگرام من بودین و دوره رو خریدین، پس اون گوشیه رو داشتین. در حالت عادی گوشی برای شما نمیشه سرمایه. سرمایه میشه مثلا خرید میز و صندلی، پولی که میاریم باهاش تجهیزات میخریم، تبلیغات میکنیم، دوره‌های آموزشی خریداری میکنیم، اینها میشه سرمایه. ما وقتی منظورمون از بدون مهارت و بدون سرمایه است، یعنی شما با کوچکترین چیزهایی که در حال حاضر در اختیارتونه میتونید توی موفق بشید. پس پول لازم نیست، مهارت خاصی که برید 2 سال 3 سال آموزش ببینید کار بکنید تا یاد بگیرید هم لازم نیست. مثلا شما اگر ساده ترین شغل امروز جامعه رو بخواید نگاه بکنید، شاگردی کردن در یک مغازه است. ببین شما یک مغازه یک شاگردی کردن، حالا فروشندگی نمیگم، مثلا اون شاگردی یک مغازه رو میگم، مثلا شاگرد نونوا یا شاگرد مکانیکی یا چه میدونم شاگردی یک کار، خانوم هایی که فروشندگی مانتو کیف و کفش میکنن اون رو نمیگم، شاگردی میگم، یعنی یک مهارت رو کسب کنید. شما مهارت رو کسب میکنید که بعد از یک مدت میتونید خودتون نونوا بشید، خودتون مکانیک بشید، خودتون برقکش بشید. اوکی، برای اینکه از برقکشی شما بتونید به درآمد برسید. چرا اون خانوم ها رو نمیگم؟ چون خانوم ها نمیتونن برای خودشون به درآمد برسن تو اون کار. وقتی من اینجا میشینم مانتو میفروشم که هیچ وقت نمیتونم مانتو فروشی بزنم، چون برای مانتو فروشی زدن نیاز به اینجا نشستن و مانتو فروختن نداره. نیاز به یک پولی برای اجاره مغازه، نیاز به یک پولی برای خرید محصول و نیاز به یک پولی برای دکور زدن داره و یک پولی برای تبلیغات کردن. به این 4 تا نیاز داره، نه برای مانتو فروختن به تخصص فروشندگی. اوکی، ولی برای مکانیکی شما نیاز به هیچ کدوم اینا نداری، چون شما وقتی اوستا کار بشی اگر هیچ کدوم این پولا رو نداشته باشی میتونی بری توی مغازه مکانیکی درصدی کار کنی. میتونی بری برقکشی سیار داشته باشی، یه سری ابزار مثل سیمچین و دنباریک و چه میدونم فازمت داشته باشی، آگهی پخش کنی، برقکش سیار بشی، توی خونه ها برقکشی کنی. اوکی، پس اون میشه مهارت. پس شما اگر شاگردی بخواید بکنید در هر کسب و کاری، چه برقکشی، چه نقاشی، چه هر کاری، نیازه که 2 یا 3 سال بچه تو حوزه کار بکنید. هیچ اوستای مکانیکی 2 ماه 3 ماه اوستای مکانیک نشده. شما باید 3 سال 10 تا ماشین رو باز و بسته بکنید، یا 3 سال صدها تا چه میدونم موتورسیکلت رو باز و بسته بکنید تا بفهمید اگزوزش چه مشکلی داره، انجینش چه مشکلی داره، ترمزش چیه، برقکشیش چیه. اوکی، ولی وقتی میگیم یوتیوب مهارت و سرمایه میخواد، یعنی شما نیازی نیست برید 3 سال یه جای شاگردی بکنید، 2 سال برید یه کاری بکنید. شما با آموزش هایی که میبینید فقط با اون موبایلی که دستتونه یاد میگیرید که با پیش پا افتادن موضوعات به کمک هوش مصنوعی و توانایی خودتون ویدیوهایی بسازید که نه مهارت خاصی میخواد و نه سرمایه خاصی. مثالش هم 100 تا دیدید. کار رد پای شب بزرگترین دانشجوی منه که نه مهارتی داره و نه سرمایه داشته. از هوشش استفاده کرده، یک سری ویدیوها رو توی یوتیوب پیدا کرده، توی گوگل پیدا، یک سری مقالات رو توی گوگل پیدا کرده، کنار هم گذاشته، وایس ثبت کرده و ساخته. بدون مهارت و سرمایه می شود از یوتیوب به درآمد رسید. فقط 2 شرط داره. یک موبایل داشته باشید که همتون دارید. 2 آموزش ببینید. چه آموزشی؟ 1 الگوریتم یوتیوب که توی این دوره یاد میدیم. 2 ادیت ویدیو، چون ساختار یوتیوب محتوای ویدیوییه و ما باید یاد بگیریم با همین موبایلمون چجوری ویدیوها رو ادیت کنیم. پس شما فقط 1 باید موبایل داشته باشید و 2 آموزش ببینید. آموزش ادیت رو توی همین دوره دادیم، آموزش الگوریتم رو توی همین دوره دادیم. پس همین دوره که خریدید و موبایلی که دارید شما رو به درآمد میرسونه. نیازی به هیچ کارآموزی 2-3 سال تخصص داشتن یا سرمایه برای اجاره، چه میدونم دکور زدن، خرید محصول یا تبلیغات نیاز
ندارید. این جواب واضحی بود که راجع به این موضوع دادم که همین الان همتون بدونید که اگر هم که در این لحظه که در دوره رو می‌بینید فقط یه موبایل دارید و هیچ چیز دیگه ندارید، برای شما فرصت هست که از یوتیوب درآمد برسید، چون ما 150 تا ایده داریم که 50 تاش هیچ سرمایه و تخصص و مهارتی نمیخواد، فقط میخواد که ادیت یاد بگیرین و یه موبایل داشته باشید و تمام.